از همون خاطر پیغمبر علیه السلام میگه که الجهاد مازن الی یوم القیامه. و بعضی که میگه که شرک باقی نمانه، این صحنه نزول عیسی علیه السلام میگه که تا او زمانه جهاد دوام داره، به خاطر که بعد از نزول عیسی علیه السلام در سرزمین دنیا یک کافر دیده نمیشه، کلگی اسلام میاره. بعد از او باز پس کم کم کفر چیسته زیاد شده میره تا ای که آخری قیامت هم سری مکمل کافر میشه که یک مسلمان باقی نمیمانه. به هر ترتیب در اینجا قرآن میگه تا وقتی که جنگ بارای سنگین خدا چیسته نگذاشته جنگ بکنه، بارای سنگین و انواع مشکلاتی که برای مجاهدین است، پیره بکو، سلا را بگی، ترصد بکو، حمله بکو، دفاع بکو، تا که اینمی حالتا از بین نرفته، تا اینمی حالتا را شما اینمی قسم کافر قتل کنید، در میدان نبرد اسیر بگیرش و مبارزه تا دوام بده. ذالک اینمی حکم الله تبارک و تعالی است، حکم خینمی رقم است. ولو یشاء الله، بله الله تبارک و تعالی میتونه امی کفار در یک روز از بین ببره. حالی هم یک تعداد مردم ما میگه تو سعی که یا میایین قرآن ما را در میده، الله چرا یا را هلاک تیاری شده سقوط نمیده؟ چرا الله سرش یک طوفان برابر نمیکنه؟ الله موت را معلوم میکنه، موت را معلوم میکنه که خونسا مشکل هستی یا نه که مسلمان کدامش هستی. در زندگی و غیرت ما شود، در ایمان ما شود. الله تبارک و تعالی آسان است. از همون خاطر دو قسم انبیاء علیهم السلام داشتیم. یک قسم انبیاء علیهم السلام که مأمور به جهاد نبودند، دعوت میدادن که مردم قبول نمیکرد، الله تبارک و تعالی عذاب بیخکن روان میکرد، قوم مکمل تباه میشد. یک قسم انبیاء علیهم السلام که از موسی علیه السلام به بعد است، ایا مأمور به جهاد شدن. کدام قومی که مأمور به جهاد شده او را عذاب بیخکن الله روان نمیکنه در مقابل دشمنش که دشمنش یک دم از بین ببره. نه، اینجا میدان مبارزه شروع میشه، مؤمن منافق کافر کلگی صفا با هم جدا میشه. خود چون که ادعاها خیلی زیاد میباشه، امروز هر کس دعوا میکنه ما قطع اسلام محبت داریم، امروز هر کس دعوا میکنه قطع قرآن محبت داریم، امروز هر کس دعوا قطع سنت محبت داریم. در میدان عمل معلوم شود که واقعا دفاع از قرآن کی میکنه، دفاع از اسلام کی میکنه، دفاع از سنت کی میکنه، معلوم شود. از خاطر اصل فلسفه جهاد این نمیسته که قرآن اینجا بیان میکنه. ولو یشاء الله، اگر الله میخواست، لانتصر، انتقام میگرفت منهم از همی کفار، بدون از اینکه شما قطعش مبارزه کنه جنگ کنه، امور رقم الله واره هلاک میکرد، با انواع عذابا و پیش الله سختیام نمیکنه. ولکن لیکن کار نکرد الله. چرا؟ لیبلو بعضکم، که امتحان کنه بعض شما را به بعض دیگرها. این میدان امتحان است، امروز هم میدان امتحان است. معلوم کنه که کی دلش درد کرده دفاع از قرآن چیغ میزنه فریاد میکنه و کی از رسانه های امی کفری به زبان چاپلوسی خود نعوذ بالله حرکت های افغانا را محکوم میکنه. الله معلوم کنه این حادثه ها و این گپا میایه به خاطر که واضح شود که واقعا درد دل به اسلام کی داره و کی نداره. رادیو ها را خو میگیری چی گپ هسته؟ چطور میگه؟ چی میگه؟ این تظاهرات مردمای جاهل، مردمای بی منطق، نعوذ بالله، اینی مردم میگه کرده رایسته. هنوز هم یارم علامت میکنه. اگر چی تظاهرات ما تایید نمیکنیم. چرا؟ تظاهرات عمل کرد کفار است، یکی از جمله نشان دموکراسی لعنتی است. تظاهرات پذیرفتن برنامه های کافر است، تظاهرات ویرانی و خرابی است، تظاهرات نظم نداره. راه مسلمان یا ایست که قنوت نازله در نمازایت بخوان بد دعا برش بکو. ای برای کی؟ برای ما وری مسلمانایی چی؟ بگوه مسلمانایی که بگوه چیستا پتوره در سر انداختیم. او یا ایست که رای سخت مبارزه را در پیش بگی، او رای او دیگه کس است دیگه. اونو ترگپ است. در اسلام همینطور است. تظاهرات در اسلام نیست. خب یا چی میکنن بیچاره؟ تا آلی را در چند نفر رسیده چی شهادت امی مسلمانایی که تظاهرات کرده. خود رئیس جمهور 29 نفر گفت. از 100 نفر زخمی تا آلی را رسیده. چی کردن؟ به این تظاهرات چی کردن؟ دکان مسلمان از بین بردن، رای مسلمان بند کرده، جنجال برای مسلمان پیدا کرده، دوسیه برای مسلمان پیدا کرده، انواع مشکلات برای مسلمان پیدا کرده. با چیغ زدن نمیشه جناب. او چیغ زدن او در مرمی نمیشه، تو چیغ میزنی. او با تفنگ نمیشه، تو چیغ میزنی. عجیب گپ است. نه بیادرم کار کو مقابله کوی،
بگو ما هیچ نیرو را نمیخوایم، هیچ ضرورت به نیروها نداریم، اگر کشته میشیم کلی ما همیجا بین خود کشته میشیم، هیچ باکی نیست، بلکه که دیگه خدا بکشیم، یا حق است یا باطل است. لیکن دیگه کسا را خوش نداریم که بیاید پیری خانه ما را او بکنه، نه ایره هیچ وقت خوش نداریم، باید نداشته باشیم. افغان باید همینطور باشه. هیچ وقت هیچ کسی که تایید میکنه این گپا را، این گپ درست نیست قطعا که بگویم نه نیروی خارجی باید در وطن نباشه. ما هر چی که میکنیم اگر میکشیم، هر چی میکنیم بین خود هستیم. قرآن برای ما این گپا را میگه والذین قتلوا فی سبیل الله. بله جهاد بری خود شهادت ها میخواه، ایتورام نیست که جهاد همو طور مفت باشه. خونی خود نثاری همی دین میکنی، جانی تا نثاری دین میکنی، وقتی تا نثاری دین میکنی، مال تا نثاری دین میکنی، فکری تا، نیروی تا، قوتی تا مکمل. فقط وقف، فقط به خاطر رضای الله، به خاطر از اینه که مردم در مجلا عکسی تا بکشه، توصیفی تا بکنه، بیرق برد بده، لقب برد بده. نه به خاطر رضای الله و دفاع دین الله این کار بکن. آل شهید چی مقام داره؟ قرآن بر ما بیان میکنه که شهید کیست. والذین قتلوا فی سبیل الله، کسانی که کشته میشوند در راه الله تبارک و تعالی، فلا یضل اعمالهم، هرگز ضایع نمیکنه الله کارکردگی های امی شهیده، بلکه عمل شهید دوامدار است. چرا دوامدار است؟ امروز که ما تو ترجمه قرآن هم میکنیم او قطع ما شریک است. امروز اگر تو در مسجد نماز هم میخوانی این قطع شریک است. امروز اگر تو مراسم حج هم میری او قطع شریک است. مسجد جور میکنی قطع شریک است. اگر روزه میگیری قطع شریک است. اگر یک حکم الله نافذ میشه قطع شریک است. چرا؟ او دفاع از اسلام کرده، بخونی خود بری تو امنیت قائم کرد، بری تو زمینه را مساعد کرد که احکام اسلامی را عملی بکو. از همون خاطر است بزرگترین ثواب برای مرابط است. مرابط میشناسه کسایی که در سرحد مملکت اسلامی پیره میکنه در مقابل کفار، از او که در ثواب دیگه کس بالا نیست. چرا نیست؟ او در کلی حرکات و اعمال نیک مسلمان ها داخل است. اگر او نباشه تو نه نمازی تا خوانده میتونی، نه هیچی تا. از همون خاطر یک تعداد مردم در مجلای خود، در چی خود جنگ بد است. نگو او دوڑی خور جنگ بد است، بگو جهاد خوب است. جهاد فریضه اسلام است، جهاد اسلحه اسلام است، جهاد سنام اسلام است، کوهان شتر واره بلند مقام اسلام است. جهاد بد نگو، جهاد خوب است. او چیزی را بد بگو که سبب ویرانی و نشر اشاعت کفر، فساد، عیاشی، فحاشی میشه، او را بد بگو. اون نیروهایی که در این مورد خرج میشه اونو را بد بگو. ولی تو امیر نوشته کرده رایستی که جنگ بد است. جنگ دو قسم است. یک جنگ برای اهداف نعوذ بالله نادرستی خود، مثل جنگ کفار. چی دارن؟ نفت گیری، معدن گیری، جاهای خوب گیری، چیزای باستانی را گرفتن، نقطه های استراتژیکی تجارتی و ای را گرفتن، مردم از زیر تسلط خود آوردن. اینمی را میگه که جنگ بد است. ولی کسی که دفاع از حق خود میکنه، از وطن خود میکنه، از زندگی خود میکنه، از دین خود میکنه، او جنگش بد نیست، او بهترین جنگ است، اصل چیز است در دین. قرآن هم امیره میگه شهید ضرورت است. بالکل شهادت چیست؟ قرآن برای ما میگه زمانی که حالات خراب میشه یک تعداد مردم بکار است، فداکار، مردمی که فقط خون خود نثار چی میکنه؟ حفظ تمام ارزش های اسلامی میکنه. اینی طور مردم به نام شهید یاد میکنه در قرآن کریم. اونجا در سوره بقره میگه ولا تقولوا لما یقتلوا. او را در جواب منافقین گفته بود توی بیچاره یا رفتن این دنیا ای چقدر خوب زیبا زندگی داشتن، چیسته خانه داشتن، اولاد داشتن، این درختایشان نو خرما گرفته بود. قرآن برشان گفت که ولا تقولوا لما یقتل فی سبیل الله. او مرگ عادی نیست که شما میگه، او یک مرگ است بسیار پر اهمیت با ارزش. کدام مرگ؟ قرآن برد میگه، آلی برد میگه فلا یضل اعمالهم، عمل کرده از یا قطعا ضایع نمیشه. در هر عمل نیکی مسلمان که انجام میده او قطعا داخل است، به خاطر که اصل دفاع از دین او کرده. یک سیهدیهم، دیگر نعمت الله برای شهید چی میده؟ سیهدیهم، یا را راهنمایی میکنه الله تبارک و تعالی، یا را هدایت میکنه که در راه حق سینه خود سپر میکنه. این به هر کس میاثر نمیشه.
که هر کس بخیزه من جهاد کرده میتونم، من شهید شده میتونم. شهید کسی است که واقعا راه الله را تعقیب کرده، مکمل با جان و دل تسلیم نظام الله شده و به خاطر این برقراری نظام الله از هر چیزی خود تیر است. و یصلح بالهم، تمام سر و سامان از او الله تبارک و تعالی درست میکنه. تمام سر و سامان، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا هم الله اینطور مقام برش بده که هر کس مدحش بکنه. آخرت خب اونجا بگذار که کدام مقام الله برش میده. و یدخلهم الجنه، داخل میکنه شهیدا را در جنت. عرفها لهم، که معلوم گردانیده شده برای از یا، یعنی توصیف کرده شده برای از یا، اینمی معلوم میکنه الله برای از یا لهم، برای از این جنت. اینی مشخص، اینی مقام ورزش از شماست. چقدر مقام ورزش است. یک گروپی که در اونجا با کل مخلوق نمایان باشه که یا جان خدا فدای چی کرده؟ دین کرده. این گپ یادی نیست که هر کس بگوید ما میتونیم نیست. الله شهادت نصیب کل ما بکنه. آمین. خب بزرگ بگوید خیر است، نترسی. اگر شهید شدی هم خوب است، پروا نداره. خب بر کس میسر شدم نمیتونه. البته شهادتی که به اساس بصیرتی کامل باشه، شهادتی که سرزوری نباشه، جهالت نباشه، عصبیت قومی نباشه، عصبیت تنظیمی نباشه، شهادتی که واقعا دفاع از ارزش‌های اسلامی باشه، اونو شهادت واقعا شهادت است و الله نصیب ما بکنه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، براتان معلوم شد که در میدان جنگی قدر قاطع باشه، اگر کشته میشه شهید میشه، پس کدام را از برای خوف و خطر برای شما باقی مانده؟ بعد از این باقی مانده کدام را؟ نه، امور رایی که شما خوف داشته کشته شدنتان بود، او کشته شدن خو اونو تر مقام برزش است که وقتی انمو یک را مسدود شد، حالی دیگه امی قدر با دل کلان و با حوصله کلان حمله کنی که پرسان نکو. یا ایها الذین آمنوا، چقدر جای زیباست. الله برات میگه یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آورده، دعوای ایمان داره، ان تنصر الله، اگر شما نصرت میکنی الله را، الله به نصرت ما ضرورت دار؟ کلا قطعا نه. الله میتونه به یک فرمان خود، به یک ملک بگویه کل کفار در کل سرزمین ها مکمل به یک دم از بین ببره، بالکل برده میتونه. بس الله خود که در هر چیز بگه کن فیکون است. خود تو را چی میکنه؟ ان تنصر الله، اگر تو امداد میکنی با الله، اشاره میکنه که ای مردکن، امداد دین الله قدر مقامی بالا داره، او قدر ارزش داره، مثل که امرای الله تو کمک کرده باشی. الله خود کمک نیاز نداره. خود عملی تو را، کرداری تو را الله بمو دیده و بمو ارزش قائل است، مثل که قطع خود الله تو کمک کرده باشی. او الله خود باید نیاز نداره. اگر شما امداد میکنید دین الله را، ینصرکم، الله شما را نصرت میکنه، کمک میکنه. هر جایی که شکست نصیب مسلمانان میشه، حتما در اونجا خلل واقع شده، به خاطری که حتما در نیتش یا در عمل کردش خرابی آمده، وگرنه به خاطر رضای الله که کدام قدم هم میگذاره الله او را ناکام نمیکنه. چرا؟ وعده الله است. الله خود وعده خود پورا میکنه. و یثبت اقدامکم، نصرت میکنه الله. نصرت الله رقم صورتای چی گوناگون داره. گاهی نصرت میکنه بر روان کردن ملائک که شما خود میبینید دلتان بالا میشه، مورالتان قوی میشه. گاهی نصرت میکنه به اطمینان و سکونی که در قلبتان پیدا میشه. هر نوع دشمن خیلی قوی باشه، اسلحه زیاد داشته باشه، در مقابلش ترس و هراس نداری، دلت خیلی بالاست. یکی نصرت میکنه شما را، ایمان قوی را نصیبتان میکنه، غیرت کامل براتان نصیب میکنه. این مختلف صورت است. و یثبت اقدامکم، قدمای شما را استوار نگاه میکنه الله در میدان مبارزه. زمانی که انسان خوب پخته شود در دین الله تبارک و تعالی او مبارزه را شروع بکنه، الله قدمی تا دیگه محکم میسازه. مبارزه دعوت هم میطور است. شما وقتی عقیده حق خوب در قلبتان جا بده و بعد از خاص به خاطر رضای الله قدم بگذاره، باز میبینی که الله چطور نصرت میکنه، قدمایتون چقدر الله دیگه محکم میکنه. والذین کفروا، و کسانی که منکر هستند از نظام و برنامه های الهی از توحید الله، فتعسل لهم، هلاکت باشه برایشان، بروی افتاده باشه. و اضل اعمالهم، ضایع کرد الله اعمالهم، تمامی کردارایشان،
هر نیکی که کرده الله هیچ ثمر برش نمیده، یا تمام کوشش ها و قوت های خود که مصرف کرده مکمل به نتیجه الله میکشش، هیچ نتیجه برشان نمیده. ذالک بانهم کرهوا، این به خاطری است که این مردم ها بد دانستن. چی را بد دانستن؟ ما انزل الله، امو کتابی را که الله نازل کرد، خصوصا موضوع توحید الله، یکتا پرستی الله، که به یک الله عبادت کنی بتا چیزی نمیتونه. فاحبط اعمالهم، الله به خاطر کفر و شرکشان کل اعمال نیکشان برباد ساخت. گناه ها دو قسم است، یکی گناهی است که تنها برای خود است، یعنی در محور خودش ضرر داره. یکی گناهی است یکی او تنها به خود نه بلکه مکمل دیگه اعمال میشوی از بین میبره، نعوذ بالله. از خاطر کفر و شرک همونطور است. افلم یسیروا فی الارض، بله انسان گاهی به دلایل توجه میکنه که اینی دلیل حقانیت و باید بپذیره. خب گاهی از بیرون تجربه میگیره، از بیرون تجربه حاصل میکنه، درس میگیره. این دنیا کفار مکه از هیچ کدام درس نگرفته، از خاطر الله میگه افلم یسیروا، یا نگشتن فی الارض، در روی زمین، فینظروا، ببینن کیف کان، چه قسم بود، عاقبت الذین، انجام کسانی که من قبلهم، پیش از یا بود. به کدام سرنوشت دوچار شدن مردم های سابقه؟ ویرانه های از یا باقی مانده یا نمانده؟ دمر الله علیهم، از بیخ کن ویران و خراب کرد الله علیهم، بالایشان، خانه هایشان، قصرهایشان، آبادی هایشان. وللکافرین امثالها، این تنها مخصوصی مردم های سابق نبود، هر کس که صفت کفر داره امثالها به مانند همی عذاب است. الله یاره زبون و ذلیل میکنه، آخر الامر یاره اینمی قسم از بین میبره. این سخت تهدیدی تکان دهنده برای اهل مکه بود. چرا؟ شما هم کافر هستی، به مثل عذابای سابقه سر شما میاد. اوامد همونطور ذلت سرشان آمد در میدان بدر، همین قسم در حنین، در فتح مکه، باز دیگه تاب مقاومت عذاب باقی نماند. ذالک بان الله مولا الذین، این کامیابی برای مؤمنا، هلاکت دشمنای مؤمنا به خاطری است که بان الله مولا الذین، به خاطری که الله تبارک و تعالی مددگار، کارساز، دوست، الذین، از کسانی است آمنو که ایمان آوردن. یعنی مراد از مولا دوستی که مورد توجه و عنایت الله قرار میگیره، که تو را شامل رحمتای خود میسازه، نصرت تو را میکنه، عزت بری تو میده، میدان سازگار برای غلبه تو میسازه، انواع کمکار الله قطعت میکنه. اینی طور مولویت است. یکی مولا مولویت عام است که الله کارساز یا مدبر یا تنظیم کننده کلی عالم است. اینجا مراد از ما مولا بودن خاص است، یعنی مورد توجه عنایت الله تنها کسانی هستند که آمنو ایمان آوردن. مولای مؤمنا الله هست. و ان الکافرین لا مولا لهم، کفار نیست برشان کارساز و دوست که توجه و عنایت بکنه برای عزت و کامیابی از یا. ان الله يدخل الذين، یقینا الله تبارک و تعالی داخل میکنه کسی را آمنو که ایمان آورده و عمل الصالحات، عمل درست انجام داده. کجا داخل میکنه؟ جنات، در باغات تجری که روان است، من تحت ها، زیر قصرهایش الانهار و جویا. والذین کفروا، کسانی که منکر هستند، یتمتعون، بهره میگیرن، فایده میوردارن، و یاکلون، میخورن، کما تاکل الانعام، مثل که میخوره چارپایا. و النار مثوی لهم، آتش مسکن جای باشی از یاسته، آتش جای باششان است. قرآن کریم اشاره میکنه کسانی که ایمان آورده الله برشان در جنت داخل میکنه. خب کسانی که کافر است منظورش چیسته؟ کسانی که ایمان آورده اصلی مقصد و نظرشان حصول جنت است، یکی به تکلیف ها مشقت در دنیا حاصل میشه، به مبارزه دائمی با کفار حاصل میشه، به یکی مقاومت اختیار بکنی، خونی تبدی، مالی تبدی، قوت و قدرتی تبدی، به او حاصل میشه. لیکن کفار یتمتعون و یاکلون، اصلی هدف خود دنیا را جور کرده، بهره از دنیا میورداره، میخوره، به مثل که میخوره چارپایا، اصلی هدف دنیای خود جور کرده، بخور بنوش خواب کو، خیر و خلاص. از دو خاطر جایشان آتش جهنم است. چرا؟ منعم حقیقی را نشناختن، هدف خودم نشناختن، خالق خودم نشناختن، حقی خالق که سرش بود او را نشناختن. از دو خاطر این مردم ها به مثل انعام است. یک. دوم، و یاکلون کما تاکل الانعام، میخورن به مثل که
چارپایا میخوره. چارپایی که میخوره احساس مسئولیت نمیکنه که خوردنم برای چیست، بس شکم سیر کردن هدفش است. برخلاف مؤمن که میخوره میگه وجودم تقویت پیدا بکنه، عبادت الله را بکنم، قطع مسلمان کمک بکنم، ما اینی کار انجام بدم که در این وظیفه و در این کار بسیار مسلمانان ضرورت داره. صوبکی که دریور به این نیت برای که یک عالم مردم به وظیفه میره و ما یا رسانده میتونم قطعی موتر، اگر این نیت بکنه که من مشکل مردم حل میکنم، الله ثواب برش میده. چرا؟ نیتی خوب کرده، نیتی بهتر کرده. واقعا توسط محنت یک نفر چقدر مردم براحت میشه. در هر کار این میطور است، در هر کار که او سبب ذریعه راحت مردم میشه، تو نیتی خوب بکنی الله برات ثواب میده. و مؤمن باید همینطور احساس داشته باشه، هر عمل خود که انجام میده برای منافع شخصی نباشه. امروز اگر یک شاگرد ما در پانتون و مکتب تلاش میکنه برای یاد گرفتن انجینری یا دکتری، لیکن میگه که معاش بلند داشته باشم، آرام زندگی بکنم، قصر داشته باشم، هیچ همون چیز به دستش شاید برسه یا نرسه. اگر به این نیت است که من دکتر شم که همیشه در خدمت مردم باشم، شب بروز بسیار به اخلاص کار بکنم، خب سنجیده مریض تشخیص بکنم، از انصاف کار بگیرم، قطعی غربا کمک بکنم، الله امو اجر برش میده. انما الاعمال بالنیات. انجینر به می سیستم هر کدامش است. زندگی مؤمن از اول تا آخره، از نقطه صفر تا آخره، اگر به نیت درست بود الله برش اجر میده. و باید هر مؤمن در کارهای خودمی احساس داشته باشه. فرق است بین مؤمن و کافر، اینمی فرق است بین مؤمن و کافر. خوردن تو اینطور نیست که هدف نداشته باشه. یاکلون کما تاکل الانعام، میخوره به مثلی که میخوره انعام. این قدر اندازه نداره که مقصد برشه پیدا میشه. از همون خاطر است که ورم میکنه، دم میکنه، گوسفند در رشقه الاکو چند ساعت بعد سیکو که میترقه. چرا؟ او اندازه خود نمیفهمه. مؤمن است که اندازه خوردن خود مکمل حساب شده میکنه که اینی قدر بخورم که آب زیاد نخورم، بسیار خواب سرم نبیه، از عبادت شب باقی نمانم. او اینطور نمیکنه که بس دیگه میاثر است زده برو. مثل انعام واری نیست. از همین خاطر پیغمبر علیه السلام در حدیث میگه مؤمن در یک شکم، کافر در دو شکم. طعام دو نفر مؤمن برای سه است، از یکیش برای دو کفایت میکنه. چرا؟ مؤمن معده خود سه حصه میکنه. پیغمبر علیه السلام نمیگه یک حصه را برای طعام، یکی را به آب، یکی را برای استراحت و خواب کرده. اینطور نیست. دو. و یاکلون کما تاکل الانعام، کفار میخوره مثل که میخوره انعام. چارپایا فرق نمیکنه که زمین کیست، احمد است، محمود است، از مالک است، از غیر مالک. مقصد میاثر شوه خوش است. زود در وقتی که میرسه دیگه چی میکنه؟ فرق نمیکنه که حلال است یا حرام است. اما برنامه مؤمن برای خوردنش مکمل دقیق و حساب شده است. قدمی محتاط میگذاره که از ما است یا نه، حلال است یا نه، شبهه درش وجود داره یا نداره. مکمل جمع کردنش پس خوردنش مکمل. ایره مورد یک چیست هدف موزون و بسیار برنامه موزون خوردن خدا میکنه. حیوان وقتی که در خوردن شروع میکنه دیگه تشبیه. حیوان وقتی که در خوردن شروع میکنه زود میتور دان میپرته که مالک میا مرا میبره. کفار هم میتور هستن، زمانی که در یک موقع غنیمت میرسن زود تلاش میکنه کیر از خود کنه. اولی از خود کرده یا نه؟ کلی معدنیات افغانستان به دزدی یا چی کردن؟ زود از خود کردن. این کفار است که اینطور میکنه. دیگه و یاکلون کما تاکل الانعام، میخوره مثل که میخوره چارپایا میخوره. استاده استن خورده رو ایستن. مؤمن میشینه خب سید راست، بعد از او بسم الله گفته میخوره. استاده خوردن مثل حیوانات است، گاهی هم خوردن بعد استاده نباشه. دیگه و یاکلون کما تاکل الانعام، کافر که میخوره خوردن به مثل خوردن چارپایا میکنه. نمیفهمه که این لفظ کجا شده، کی پیدا کرده او چرا میخورم، این گپا را یاد نداره. مؤمن زمانی که در لقمه میشینه دست خودم میمشه اول بسم الله میگه.